سوال 37: آیا مردم پس از زنده شدنشان وقتی که در روز قیامت مردم زنده میشوند آیا مورد حساب و کتاب و جزا قرار میگیرند؟ جواب بله. تمام مردم، تمام انسانیت، تمام انس و جن، پس هر عملی که در این دنیا انجام دادن حتما حساب و کتاب آنها برای نیکوکاران مکافات بزرگ، برای بدکاران جزای عظیم موافق آن عملش دادن می شود. الله می‌فرماید در این مورد در سوره نجم آیه 31: لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. الله سبحانه و تعالی کسانی را که بدی کردند، کارهای بد کردند، الله در عوض کارهای بد آنها جزای آنها را می‌دهد و پاداش نیک می‌دهد آن کسانی را که عملهای نیک و شایسته در این دنیا انجام دادند. پس این آیه کریمه بیان می‌کند که روز قیامت روز حساب و جزاست. اهل بدکار با جزای خود میرسند، جزای خود را میبینند، حتما آن جزا را میچشند و اهل نیکوکار ثواب بزرگ عملهای نیک خود را به دست میآورند و سبب نجات آنها نیز میگردد. سوال 38: حکم کسانی که به زنده شدن بعد از مرگ ایمان ندارند چیست؟ جواب: هر کسی که به زنده شدن ایمان ندارد پس وی کافر است. و دلیل این که کسی که به زنده شدن بعد از مرگ ایمان ندارد وی کافر است، قول الله سبحانه و تعالی در سوره تغابن است، می‌فرماید: زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. پس آنهایی که کفر ورزیدند گفتند ما هرگز زنده نمیشویم. گفتند بر آنها بگو، گفت الله سبحانه و تعالی به امر کرد بگو بر آنها بله البته پروردگارم سوگند حتما زنده میشوید و با شما و اعمالتان، عملهایی که انجام دادید خبر داده می شود و با آن عملهایی که شما انجام دادید جزا داده می شود و این کار بر الله سبحانه و تعالی بسیار آسان است. پس ایمان آوردن بر زنده شدن، بعث میگن زنده شدن را، زنده شدن بعد مرگ، این رکن ایمان است. این کار کردن این انسان را از دایره اسلام خارج میکند، کافر و مشرک می شود.